سلام مامانا، نوروزتون مبارک. انشالله که سال خوبی داشته باشین. امسال با سلامتی نینیمون رو بغل کنیم و کلی کیف کنیم. من و نینی 12 هفته امسال با هم سال نو رو تجربهش کردیم و اینکه امیدوارم سال خیلی خوبی باشه. من قبل از عید رفتم سونوگرافی انتی رو دادم، خدا رو شکر همه چی خوب بود. نینی حالش خوب بود، واسه خودش داشت تکون میخورد و اینکه بهش یه چیزی شیرین دادم خوشحال شده بود. داشتم میگفت جون شیرینی مخصوصا عید شیرینی که میخورم واسه خودش خوشحاله. خدا رو شکر همه چیش خوب بود، نرمال بود و اینکه اصلا بهتون بگم از لحظه‌ای که دیدمش ناخودآگاه اون ویارم انگار خیلی بهتر شد، حالم بهتر شد، یه انرژی دوباره انگار به من داد دیدنش توی مانیتور سونوگرافی. برام از حالتون بگی، منتظر کامنتاتون هستم.